در تالار شورای علیمان دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی در موضوع مسائل به حسابگیری محاسبی، تحلیل و اودیت در شرایط رشد اقتصادی رقمی، همایش علمی نظریوی جمهوریوی دایر گردید. شورابینی با تشبث فاکولته اقتصاد و اداره دانشگاه جریان گرفت. ضمن برآمدها ناطقان ابراز نمودند که روند رقمی کنونی در تاجیکستان با سرعت ادامه دارد، مخصوصا با به تصویب رسیدن فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره تدبیرهای وسعت دادن حساب برابرکنی غیر نقدی کار در این سمت جانا گردید. ذکر شد که رشد تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی و گذارش به اقتصادیات رقمی یکی از مسائل‌های مهم سیاست اقتصادی مملکت به شمار رفته. استفاده وسیع آن در شرایط کنونی باز هم مهمتر گشته است. کنسپسی اقتصادی رقمی حکومت جمهوری تاجیکستان قبول کرده است. در اساس پیام‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان قبول شده است و امروز سرمشق کاری همه اقتصاددانان می باشد. مشکلات‌های جایگزین در اقتصاد اصلا مشکلات‌های کادری هستند. باید که در همه ساحات اول آموزش کادر براه مانده شود. وقتی آموزش کادر براه مانده شود، پس از آن باید که یک فوند اینترنتی پیدا شود. کارشناسان میگویند که اقتصادیات رقمی در دولت‌های جهان با سرعت رشد می‌کند. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که سهم اقتصادیات رقمی در مجموع محصولات عمومی جهانی زیاده از 20% را تشکیل می‌نماید و بعد سال‌های 2025 زیاده از 50% مجموع محصولات عمومی جهانی این اقتصادیات رقمی خواهد بود. تاجیکستان همچون سوبیکت کامل حقوق اقتصادی جهانی بر روندهای تشکل بخش‌های اقتصادیات اطلاعاتی از جمله اقتصاد رقمی شامل است. ضروریت رقمی کنونی اقتصادیات بازار معاصر، رشد اداره‌کنی انداز در شرایط رقمی کنونی اقتصادیات جمهوری تاجیکستان، ضرورت گذشتن به اقتصادیات رقمی، پلان برداشتن سوادناکی رقمی در سیستم معارف جمهوری تاجیکستان و اساسهای نظریوی به حسابگیری اداره‌کنی در شرایط گذشت به اقتصادیات رقمی چند از موضوعهای بودند که در همایش از جانب اشتراکچیان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند.